به کلانتری رفت و گفت پسر 35 سالم به نام فرهاد مدتیه که ناپدید شده. با پسرم تو تماس بودم اما ارتباط ما خیلی زیاد نبود. از تابستون پسرم ناپدید شده. چندین بارم با اون تماس گرفتم اما نتونستم اونو پیدا کنم و باهاش صحبت کنم. سلام میکنم بهتون، خوش اومدید به کانال جنایتکده. امیدوارم روز خیلی خوبی رو سپری کرده باشید. با من همراه باشید تا با هم دیگه پرده از اسرار این پرونده جنایی هم برداریم. تابستون سال 1403 بود که مردم و رهگذران با شیء مشکوک که در خرابه افتاده بود روبرو شدن. بعد از بررسی اونا مشکوک شدن که شاید این جسد آدم باشه. برای همین با پلیس تماس گرفتن و ماموران آگاهی هم چند دقیقه بعد تو محل حاضر شدن. چند دقیقه بعد از حضور تحقیقات آغاز و بررسی ها نشون میداد مردی حدوداً 35 ساله قربانی جنایت شده و عامل یا عاملان جنایت پس از انتقال جسد اون به اون نقطه جسد رو آتیش زدن. جسد سوخته برای شناسایی هویت و مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای شناسایی هویت مقتول یا عاملان جنایت ادامه داشت. در نخستین گام کارآگاهان اداره پلیس آگاهی پایتخت به سراغ پرونده‌های افراد گم شده رفتند و همزمان آزمایش دی ان ای از جسد مجهول الهویه گرفته شد. بررسی‌های تیم جنایی ادامه داشت تا اینکه اواخر پاییز سال گذشته مرد میانسالی به اداره چهارم پلیس آگاهی پایتخت مراجعه کرد و از ناپدید شدن پسرش خبر داد. اون گفتش که پسر 35 سالم به نام فرهاد مدتیه که ناپدید شده. با پسرم در تماس بودم اما ارتباط ما خیلی زیاد نبود. از تابستون پسرم ناپدید شد و چندین بار با او تماس گرفتم اما تلفن همراهش خاموش بود. در نهایت هم اوایل پاییز با همسرش تماس گرفتم و او گفت که پسرم برای کار به ترکیه رفته. منم به حرف عروسم اعتماد کردم اما با گذشت 3 ماه خبری از فرهاد نشد تا اینکه مرد جوونی اوایل پاییز با من تماس گرفت و به من گفت از طرف فرهاد تماس میگیره و از من خواست تماس بگیرم و به شما بگم که نگران اون نباشید، حالش خوبه. اما من احتمال میدم که برای پسرم اتفاقی رخ داده و همسرش سناریوی دروغین رو مطرح کرده تا منو گول بزنه. با شکایت این مرد میانسال پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و در گام اول کارآگاهان به سراغ همسر فرهاد رفتن. این زن جوان در تحقیقات گفت من هم مدتی از همسرم خبر ندارم. اون به بهونه کار کردن به ترکیه و کشورهای اروپایی رفت و دیگه خبری از اون ندارم. در ادامه تحقیقات کارآگاهان به بررسی روابط مهوش همسر فرهاد پرداختند و دریافتند که مردی به نام شهاب که از دوستان فرهاد بوده بعد از ناپدید شدن اون به خونه اینا رفت و آمد داره. این رفت و آمد خیلی زیاد و مشکوکم است. از طرفی از زمان ناپدید شدن فرهاد تلفن همراه شهاب و مهوش به مدت 15 روز خاموش شده بوده. بعد از این مدت تماس‌ها و روابط اونها شروع شده و با هم رفت و آمد داشتن. با کنار هم قرار دادن مدارک و شواهد پلیسی احتمال دست داشتن شهاب و همسر فرهاد مهوش در رابطه با ناپدید شدن این مرد دستور بازپرس ویژه قتل دستور بازداشت این 2 نفر صادر شد. مامورین آگاهی با دریافت این دستور در 2 عملیات همزمان آنها رو بازداشت کردند. مهوش و شهاب زمانی که در مقابل افسر پروندهشون قرار گرفتن راز جنایت رو برملا کردن. در ادامه گفته ها شهاب میگه که با فرهاد دوست بودن، به خونهشون رفت آمد داشتن. این رفت آمد باعث شد که با مهوش هم آشنا بشم. کم کم با هم دیگه گرم گرفته بودیم و اون از زندگیش به من تعریف میکرد. مهوش با همسرش اختلاف داشت. کم کم به اون علاقه‌مند شدم اما فرهاد سد راهمون بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم که اونو به قتل برسونم. و بعد از اعترافات شهاب همسر مقتول میاد تو جایگاه و ازش پرسیده میشه مشکل تو با شوهرت چی بود؟ اون در جواب میگه همسر من وضع مالی نسبتا خوبی داشت، منو تامین میکرد، اما ما با هم دیگه یه مشکل بزرگ داشتیم.
اونم این بود که شوهر من آدم تعصبی. اون نمیذاش من با دوستام ارتباط بگیرم و با اونها به گشت و گذار برم. به خاطر همین همیشه سر این موضوع با هم دیگه جر و بحث داشتیم. البته این رو هم بگم که برای اینکه اونو بتونم مجابش کنم تا از هم دیگه جداشیم بهونه‌های دیگه هم میگرفتم. مثلا رفتار نامناسبی رو با پدر و مادرش و خانواده‌اش انجام میدادم تا اونو عصبیش کنم، به نقطه‌ای برسونمش که دیگه نتونه با من زندگی کنه و از هم دیگه جدا بشیم. اما اون به هیچ عنوان راضی به این کار نبود. بعد از آشنایی من و فرهاد، مدتی که با هم دیگه رابطه داشتیم باعث شد که این نقشه رو بکشیم. و اینجا از شهاب پرسیده میشه که از شب قتل بهمون توضیح بده. ما با هم دیگه هماهنگ کردیم که یک شب وقتی من دارم میام خونهشون که با فرهاد صحبت کنم، چون من و فرهاد با هم دیگه رابطه دوستی هم داریم، یعنی داشتیم. وقتی اون شب به خونهشون رفتم، بعد از اینکه با فرهاد راجع به مسائل مختلفی که صحبت کردیم، هر صحبت رو باش باز کردم و بهش گفتم چرا با همسرت اختلاف داری. اون یه سری توضیحات به من داد، چون من دوستش بودم. واکنش خاصی به این صحبتم نشون نداد. گفتم این رفتارات درست نیست و سر همین مسئله با هم دعوامون شد. فرهاد به من گفتش که به تو هیچ ربطی نداره، تو چی کاره ای که به زندگی خصوصی من داری دخالت میکنی و بلند شو از خونه من برو بیرون. وقتی دید من به حرفاش واکنش نشون نمیدم و هنوزم سر جام نشستم و از جام تکون نمیخورم، بلند شد و از یقه من گرفت و منو بلند کرد و هولم داد به سمت در خروجی. ولی بازم با مقاومت من روبرو شد. جا بود که یه ضربه به من زد و درگیریمون تو همون نقطه بود که شروع شد. فرهاد داشت منو کتک میزد و مهوشم بالا سر ما وایستاده بود و داشت نگامو میکرد. اومد فرهاد از روی من بلند کرد. منم طبق نقشه‌ای که با هم دیگه قبل‌تر کشیده بودیم، میله آهنی رو پشت در گذاشته بودم. فرصتشو پیدا کردم، رفتم سری میله آهنی رو برداشتم. یه ضربه محکم با همون میله تو سر فرهاد زدم. اولین ضربه خیلی خوب به سرش نگرفت و من دومین ضربه رو محکم‌تر زدم. اینجا بود که میله خیلی سخت به گیجگاش برخورد کرد و روی زمین افتاد. دوتایی اومدیم بالا سرش نشستیم، دیدیم تکون نمیخوره و نفسش بند اومده. مهوش رفت یه پتو برای من آورد و من بدون فوت وقت جنازه رو داخل پتو پیچیدم. تو فرصتی مناسب اونو داخل ماشین گذاشتم. اونو بردم داخل یه خرابه‌ای و اونجا بنزین ریختم روش و آتیشش زدم و بعد از محل فرار کردم. بعد از این اتفاقم یه چند وقتی با مهوش در ارتباط نبودم. مأمورین به ما مشکوک نشن. بعد چون جنازه رو توی یه جای پرت آتیشش زده بودم، واقعا فکر نمی‌کردم مأمورین بتونن ما رو پیدا کنن. اما با ردزنی خطامون با آزمایش‌های پزشکی قانونی دستمون این چنین رو شد. با پایان اعترافات متهمان، قضات دادگاه رأی خودشون رو احتمالاً این چنین در روزهای آینده اعلام خواهند کرد. شهاب رو به خاطر به قتل رسوندن فرهاد به قتل عمدی محکوم میکنن و حکم اعدام بدون شک در انتظار اون خواهد و مهوش هم به خاطر معاونت در قتل و متهم ردیف دوم بودن به زندان طولانی مدت محکوم خواهد شد. اینم بود پایان پرونده جنایی امروزمون. امیدوارم روزهای خیلی خوبی در انتظار هممون باشه. ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید، نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. سابسکرایب هم کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید که ویدیوی جدیدی منتشر کردم براتون نوتیفیکیشن بیاد. خیلی ممنون که تا این لحظه با من بودید. خدا نگهدارتون باشه عزیزان.